اگه فکر میکنی شیر یا ببر خطرناکترین شکارچیای زمینن، پس هنوز با عقاب هارپی روبرو نشدی. این پرنده رو باید بیشتر از یک پرنده بدونی. هارپی شبح قاتله تو دل جنگلای بارونی آمازون. بالهایی داره به اندازه قد یه انسان بالغ و چنگالهایی که از پنجه های خرس هم بزرگترن. فشار چنگالاش به قدری زیاده که استخون جمجمه طعمه‌هاش رو در یک لحظه خورد میکنه. با یه شیرجه مرگبار از بالای درخت‌ها میپره پایین و میتونه توی چند ثانیه یه میمون بالغ یا یک تنبل 3 کیلویی رو بقاپه بدون اینکه حتی یه برگ از درخت بیفته. قدرت بیناییش مثل دوربین دید در شبیه که شکارش از فاصله 100 متری میبینه و وقتی که توی آسمون پرواز میکنه تنها صدایی که شنیده میشه سکوت مرگه. عقاب هارپی شکار نمیکنه که زنده بمونه، شکار میکنه چون پادشاه آسمونه و اگه یه روزی تو دل آمازون قدم بزنی و صدای بال زدنش رو بشنوی دیگه خیلی دیره.